خیلی در برنامه درک کردین. من در عائله صنعتکار به دنیا آمدم. چون در روسیه میگن میراث پدرخواهی علم پدر آموز که مال پدر خرج توان کرد به 2 روز. و از آنها شکرانه میکنم که تا امروز پدر هستم، پدر آموختم. بعد راه گرفتم سوی دانشکده صنعت. در دانشکده صنعت من استاد عزیز هنرمندی شایسته جمهوری تویستان خرسندرو ظریفوف، هنرمندی مردمی تویستان ارزشو شادی استاد من تا امروز در برم هستند، تا امروز مسئولیتگری من هستم و از آن شکرانه میکنم که در مابین این خیلی استادا تا امروز کار و فعالیت نموده استادا. شما مانندی هم دارید و در بسیار جایها میگفتند که فرزندی سالهای اولی که روی صحنه بودید فرزندی افضل شادی. تا امروز سوال میپرسم، همراه اویلم در بازار بودم که اویلم میگفت که همه سوال هستن که استاد ارزشو شادی ببینید. سوال دادم گفتم که ما استاد شاگرد هستیم و هزاران شکر میکنم که تا امروز همکاری داریم. هزاران شکر. سلامت باشید و شکرانه از آن میکنم که امروز در فضای تنج و آسوده کشور هنرمندان ترانه میسرایند و بلب شکرانه اینجا حسن انجام میبخشیم به برنامه امروز فرهنگی و فراغتی برگ سبز. شنونده های عزتمند خاطر رسان میکنم که مهمان برنامه ما بودند بختیار عاقلوف، من سنگینای طلازاده، کارگردان برنامه علی شیر شیرالیف. خانه آباد و تن صحت باشید. سلام باشید.